اولش من بخاری فروزش بخش ایرانی داخل ماشینم هسته. بعد از اولین استفاده بخاری حدود 1 ساعت کار کرد و از مدار خارج شد و دیگه کار نکرد. خواستم ازتون بپرسم که علت این چیه؟ چراغ قرمزش روشن بود ولی دیگه بله، اتومات نکرد. بله دقیقاً خب اتومات انجام نشد. ایران به بخاری تشریف بیاریم. این زمانی که بخاری کار میکنه و میره تو حالت استنبای دیگه اتومات نمیکنه، به خاطر اینه که بخاری جایی نصب شده که هیچ روزنه ورودی هوا نداره، هوای داخل کابین رو سنس کنه. بعد یه خروجی گذاشتن، هوای گرم خارج میشه و این باعث میشه زمانی که جای خود بخاری گرم میشه، بخاری میره تو حالت استنبای قرار میگیره و تا زمانی که بخواد سرد بشه مدت طولانی زیادی میکشه و راننده داخل کابین احساس سرما میکنه. پس برای رفع این مشکل باید یه روزنه، یه سوراخ با قطر 60 تو این بدنه ایجاد بشه تا بخاری راحت بتونه هوای داخل کابین رو سنس کنه و این مشکل پیش نیاد.